سلام ستینم، حال و بالت چطوره؟ خوبی؟ سلامتین؟ آقا سری قبلی که میام فکر کردم خیلیتون دارید بهم گفتین که شیوه فکر کردنت به ایمان بگو که یاد بگیریم. بچه این شکلی که ما میام فکر کنم خیلی آسونه و خیلی ماندگاری خوبی داره. کافیه که بعد که هموم رو برید هیچی میاتون نزنین، فقط نم میاتون رو بگیرین در حالی که میاتون رو بگیریم در حالی که میاتون نم داره، بپیچونین لا نیای این شکلی و با کش چلگیس ببندین است. بعد گذشته بیمو 5 ساعت هشتا مثل خوصیدم باستون. بعد گذشته 5 ساعت همین شکل قشنگه بون. بعد هم حالا بتونه گم چه کنیم باشه ما اینا رو باز کنم کامل. چند اینجوری خودشون قشنگن. اگر تیکه های نازکتر بگیره ادامه خب حجم بیشتری اینجوری هم تری مثل سیم تلفنی نگهسان داریم. بچه سری قبلی که فران باز کنم بگو ژل و کراتین استفاده کردم. لالمونی گرم ژل استفاده کردم خب، ولی یه مقدار میان خوشی که حالا خمز نرم کننده استفاده کنم. این روغن نارگیلی، روغن چی دم دست دارین بهترین گزینه‌ای، ولی کم استفاده کنین که میاتون چرب نه و به خاطر اینکه فراز ریشه نیدن، ریشه میاتون چرب نیبون. به آرامی و با طمأنینه باید فرها رو بدین شکل باز کنید و تمام. حالا دیگه هر شکل خود دوست داری استریس. بعد چون فراسم خودریان و محکم نیازی نی مراعاتش کنی یا یواش واسون برخورد کنی، بکش است. بعد آخر سر مثل سیم تلفن برگرده به حالت اول. خیلی باحاله. امیدوارم که مفید باشیتون. هر شکلی که دوست دارین استایلش کنیم. ما اصلا دست و پا مصرف فقط همینجوری خاصم نشونتون دادم.